تو عالی عالی باشه. خوش اومدید به اولین ویدیوی من با صدا. امروز اومدیم چند تا سوال رو رفیقم طرح کرده بود، حالا دلیلش هم میگه خودش. و بچه‌ها اگه ببخشید همین الان میگم اگه صدا خراب میاد ما بیرونیم، چون حقیقتا رفیقم نمیتونست بیاد خونه ما و منم خجالت میکشم حقیقتا برم خونه‌شون. به خاطر همین اگه یک ذره صدا بد میاد یا صدای نوحه‌ای چیزی میاد، به خاطر اینکه الان وسط ماه تقریبا چهارم یا دوم یا سوم محرمه، اصلا من نداد نمیدونم فکر سوم محرمه و دیگه صدا اگه بد میاد تقصیر کارش ما نیستیم. حالا رفیقم خودش معرفی میکنه دلیل همینه. سلام، من رفیق آقا دیکینگم. من یادم چند وقت پیش رفیق ما یه ویدیو گذاشت، نظرسنجی کرد که آقا هر سوالی داریم بپرسیم. من دیدم یهو به فکرم زد که بهش بگم شما حقیقتا سوالا رو نپرسیدین، برای هم من گفتم خودم بیام یه چند تا سوال طرح کردم بپرسم. آقا اولین سوال من اینه که چرا یوتیوبر شدی؟ من حقیقتا زمانی که بازی میکردم یک ذره استعداد داشتم، ولی حالا مثلا نمیخوام مغرور کنم مثلا خودم که بازیم خوبه، من مثل شما نیستم، شما بازیتون خیلی از من بهتره. اومدم مثلا آقا استعدادی که دارم به مردم نشون بدم، مردم مثلا خوششون بیاد، حالا یک ذره درآمدش، به خاطرم یوتیوبر شدم تا مثلا یک ذره بهتر شه. خب آقا سوال دوم، دلیل این که اسم چنلت SM هست چیه؟ من حقیقتا اونو SM گذاشتم چون یه رمزه. حالا شما اگه به 30 تا یا 35 تا ساب برسونین منو، من دلیلشو میام تو یک ویدیو میگم و اسم چنل همون مستر دیکینگ میذارم. حالا دلیل مستر دیکینگ هم که گذاشتم بهتون میگم. خب سوال بعدین اینه که واسه چی فری فایر رو دانلود کردی؟ یه روزی ما توی 3 ماه تعطیل رفته بودیم به جای، یکی از رفیقام گفت که آقا یه بازی هست به نام فری فایر که شبیه مثلا رقیب حالا کالاف و پابجیه و این از نه بهتر. همین الان بگم که باز نه این کالاف پلیر پابجی بلایا، من قصد بی احترامی ندارم که مثلا آقا که بگم مثلا گیم ما چیه، گیم ما بهتره، گیم ما مثلا چیه. من قصد بی احترامی ندارم. من مثلا نظر من گیم فری فایر بهتر از پابجی و کالاف دیوتیه و به خاطر همین دیگه فری فایر رو دانلود کردم و دیگه وابسته به این گیم شدم و بازی رو شروع کردم. خب سوال بعد اینه که اسم اصلی چیه؟ اسم اصلی من امیرعلیه بچه‌ها و فعلا فامیلی رو نمیگم چون یه دلایلی هست حالا، و اگه به 40 تا ساب رسیدیم فامیلی رو میگم. 35 تا سخت نه، 35 تا حالا به خاطر رفیقم 35 تا ساب رسیدیم من میام قشنگ همه چیزو میگم، اسم فامیل اینا رو قشنگ میگم. چند سالته؟ من 16 سالمه و یه دانه فری فایر رو بازی میکنم. حالا به ادامه سالا برسیم چون یه سالی هست، دلیل به همین که چند سال دارم فری فایر بازی میکنم. اهل کجایی؟ من اهل مشهدم و توی مشهد زندگی میکنم. حالا همه مشهدی ها همین دقیقه رو بذاریم و بگیم من اهل مشهدم یا اهل تهرانم یا اهل کرجم، حالا هر جا که هستین اهل کجایین. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. حالا به خاطر این دلایلی که به وجود اومد تو کشور بگید اهل کجایین. سوال بعدی. خب رونالدو فن یا مسی فن؟ من حقیقتا یه پیج روبیکا داشتم، بعضی شاید دنبال داشته باشن. من هم رونالدو رو دوست دارم هم مسی، ولی مسی به نظر من مسی فنم، ولی خب رونالدو فنم خیلی خوبن، رونالدو هم خیلی بازیش خوبه، ولی خب من نظر شخصی مسیه. سوال بعد اینه که با گوشی پلی میدی یا با کامپیوتر؟ من حقیقتا اول با گوشی شروع کردم بازی رو، ولی یه زمانی رفتم توی لپتاپ گیمو ریختم و اگه یادتون باشه مستر یه ویدیو آقای مستر وانشاد یه ویدیوی گذاشت و توش گفت که گارونا قراره همه پی سی پلیرها رو بند کنم و من اصلا موقع دیگه فری فایر پی سی رو حذف کردم و اگه شرطش به وجود بیاد دوباره نصب میکنم توی پی سی تا بتونم راحت‌تر با شما ارتباط برقرار کنم. سال بعد. آقا سوال بعد اینه که ورزش مورد علاقه چی؟ ورزش مورد علاقه من فوتباله بچه‌ها. من یک توی روبیکا یه چنل دارم، حالا اسمش اگه میخواین براتون میذارم. اگه شما 22 نفری که زحمت کشیدین منو سابسکرایب کردین، اگه میتونین برین اونجا هم فالو کنین. حالا بگین اگه خواستین نخواستین زیاد واسه من مهم نیست.
سوال بعد اینه که دوست داری با چه یوتیوبری ویدیو بگیری؟ من حقیقتا همیشه دوست دارم با مستر وانشات ویدیو بگیرم و یکی از آرزوهای خیلی بزرگ منه که یه روزی باش ویدیو بگیرم. حالا دیگه نمیدونم شرایطش باشه که مثلا آقا من بتونم با مستر وانشات ویدیو بگیرم. آقا یه کابین هم واسه من آقای مستر وانشات زده، مثلا اونو یه تابلو میکنم حقیقتا. آقا سوال آخری، حالا من سوال آخر اینه که آقا تو ساکورا هیپ هاپ دوست داری یا ساکورا معمولی؟ نه ساکورا منظور ساکورا درستی سایه استفاده منظور اینه که ساکورا یا هیپ هاپ. آفرین. من حقیقتا بچه‌ها ببخشید بازم اشتباه شد، ببخشید حالا یه ذره به تو ویدیو همه اشتباه کردم. به نظر من هیپ هاپ یک ذره خوشگل‌تر لباسش تا نسبت به ساکورا، اما از نظر ارزش بخوایم ساکورا خیلی که با ارزش تریه، ولی هیپ هاپ به نظر من خوشگل‌تره. ولی از لحاظ سر ساکورا یک ذره سرش خوشگل‌تره، ولی از مثلا لحاظ ماست باز از اون طرف هیپ هاپ بهتره. از لحاظ لباس یا بالاتنه نظر من هیپ هاپ باز بهتره. توی شلوار اون یه چیز دیگه سلیقه‌ایه، چون از واقعا مثلا کسایی هستن که لش می‌پوشن مثلا سلیقه‌شون میشه هیپ هاپ، بعضیا مثلا چی میشن ساکورا، حالا مثلا شلوارش اینا کفشن که دیگه واقعا هیپ هاپ مثلا لاز بهتره. و بچه‌ها اینم بود آخرین سال، به قول خودم عمل کردم که نگیم بد قول دیگه. البته آقا این به لطف من بود، چون من اصلا موقعی که نظرسنجی رو دیدم گفتم یه ویدیو بذارم شاید بچه‌ها حمایت کنن، دوست داشته باشن دیگه. آقا دیگه کار ما همینجا تموم شد. شاد و خرم باشید. بدرود بچه‌ها. رفیقم رفت، منم الان میرم. هر جا کسی مراقب خودی باشید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. انشالله در فرصتی خوب دیگه با هم دیگه دیدار میکنیم و شما را به خدا بزرگم. همیشه شاد و خرم باشید تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.